هلند قدترین مردم دنیا اهل هلندن. کوتاه قدترین مردم دنیا هم به طور میانگین توی تیمور شرقی زندگی میکنن. کشوری که بیشترین منطقه زمانی رو داره فرانسه است. طولانی ترین خط ساحلی دنیا هم متعلق به کاناداست. شادترین کشور جهان فنلانده. پر استرس ترین کشور جهان یونانه. بیشترین امید به زندگی مربوط به ژاپنه، در حالی که کمترین امید به زندگی توی کشور چاد ثبت شده. مردم ترکیه بیشتر از هر کشور دیگه چای می نوشند و فنلاندیا و آمریکایی‌ها رکورددار مصرف قهوه در دنیا هستند. اندونزی بیشترین تعداد آتشفشان رو داره و کانادا هم بیشترین تعداد دریاچه‌های جهان رو در خودش جای داده. سریعترین اینترنت دنیا برای سنگاپوره. کندترین اینترنت هم متعلق به افغانستانه. ایتالیا بیشترین تعداد آثار ثبت شده در میراث جهانی یونسکو را داره و سوئیس هم به داشتن پاکترین هوای دنیا معروفه. بیشترین تعداد میلیاردرهای دنیا توی ایالات متحده زندگی میکنند و بزرگترین جنگل بارانی جهان هم در برزیله. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکو بزنید و بگید به نظرتون ایران توی چی رکورد داره.